سلام علیکم تماشاگران عزیز. روزی خوب کرد، به نهایت روزی سالخین، هوای تازه. امروز 15 ایون 2025. من الله فرین گوسفند میگی خوب مردم هم ایتای درا علف زمستانه برای خوراک چاروای بزی مایده گو میزنی علف در تابستان جمعش میکنی، زمستان برف بسیار میبوره، گوها دیگه دیرا گشته نمیتونه. من اینجا در با پره در راو کرسیم به حد هوای تازه. یک تماشا کنید، نه حالتون شده باشه، لایک دستگیره فراموش نکنید. من اینجا در اودام مکه عبدالله دوست کلام قطب در راو کرسه بچهش جمع کرسه. بچه مایدکیش خره چارودن سر اینجا سیفیدین در آب کرده. مردم تویستون دا همه قفای درهای علف، این بنزین برای اپارات علف درآوری او برای خوردنی خدمت. از ما پیش آرام میدم در آب کرده شما دا خوش رو سیامکه میکنه میپردم. این خیلی دوستم هسته، دوستای کلام. این آخره علف درآوند کرده ما باشن جمع کرده. زینه پره رفتگی را میدرمه نیوقتی همیشه درآمد میکنه. دیگه هدوم کن باشه تو دیگه ویدیو را حافظ.